سلام بچه ها، بیایید امروز با یکی از بهترین ضربات بوکس. یه ضربه های دست راست دست چپ هست، چپ و راست. بهترین ضربات بوکس، خفن نکاتی. همیشه بچه ها باید گارد ما جمع باشه، حرکت پا رقص پا باید گونه درست باشه. اگر دیدیم حریف یک خورده گاردش بجای است، ضربه چپ، ضربه راست به صورت حریف. همیشه باید حمله های کوتاه داشته باشیم به طرف حریف. حمله های کوتاه ببینید اینطوری چپ راست چپ راست، رقص با حمله کوتاه چپ راست. بسیار یک ضربه خفن شکننده و نکاتی است. ضربه همیشه با دقت ببینید. این ضربه بسیار ضربه خوب، خاص و نکاتی. اگر خوشت آمد لایک سابسکرایب را فراموش نکنید.